صدای تیشه برنده که بعداً به صدای زیبای رباب تبدیل می شود. ربابی که با تشبس تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان و ایران ماهی دکبر به فهرست میراث غیر مادی یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل وارد شد. ولی طالبان در افغانستان زندگی را برای هنرمندان و رباب تراشان کشور سخت کردند چون طلبات به رباب کم شده است. آمار ندارم، این مقدار میفهم که آمار فروش ما از تاریخی که طالبان می آمدن بیشتر بود. برای چی؟ برای از این که تماما همه مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتن، چی از کابل چی از افغانستان تمام ولی رفتن به ایران. اینجا موسیقی آزاد اینجا نیه. اونجا که رفتم اونجا اولا که اینا کشور مهاجرت و دیق میارم و ایگه پا گفتا انمی عالی موسیقی یک عالی موسیقی نیه تنها، یک رفیقی هم هسته، این هم صحبتی هم هسته. این خودش ما صحبت میکنه، خودش ما گپ میزنه، چون این ساز خانقاهیه. میتونیم دو بیشه برداریم همراه از این صحبت کنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم. سخی 10 سالها باز ماه دو رباب می سازد با وجود آنکه طالبان از آنها خواستند این کار را بس کنند. صحنه‌های رباب شکنی طالبان هم زیاد در اینترنت نشر شده است. برای سخی نگه داشتن هنرش از دو جهت مهم است. دو چیز برای من خیلی ارزش داره. اولا باز اگر مبالغه کنم دروغ میشه، اولا برای من ارزش همین داره که من طریق ازی بتونم امرار رو معاش کنم. این اول ارزش داره. رد از این 199.9% ارزش فرهنگی از این، ارزش میراث از این به دل هست که بعد میراث از این میراث گل نشه. بعدی رسیدن به قدرت در سال 2021 طالبان سرایندگی در تالار و رستوران ها و پخش موسیقی در تلویزیون را منع کردند چون به قول آنها غیر اسلامیست و جامعه را فاسد می کند. گل آقا رباب نوازی هوسکار است و شاهد شکستن رباب ها هم شده است. ساز موسیقی که صدایش از 1000 سالها تا کنون تنین می اندازد. می گوید افتخار می کند که رباب شامل فهرست یونسکو شد. من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم. من غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه. گل آقا می گوید حفظ این ساز موسیقی را با وجود سرکوب‌های طالبان خرج خود می شمارد. تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه. متوجه؟ دین ما به وطنه. ما نباید بذاریم فراموش هنرهای ما. طالبان رباب 35 ساله مجید را یک بار شکستند ولی خودش تعمیر کرد. او که رباب نواز کسبی است میگوید هیچ کسی در افغانستان نمیتواند رباب سازی و رباب نوازی را از بین ببرد. این رباب که من تا کمرم است اینه میره که خود نگاه میکنم. اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شاباد باز اگر فروختن هم خانه شاباد به خاطر که فرهنگ رباب کس گم نمیشه. رباب بس اگر اینجا نواخته نشه فعلا عمل در پاکستان است. هنرمندایی است که عمل در خارجه، در کانادا است، امریکا است، همه جای است. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه. چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگیریا نکنه توی خانه رو بساز نکنه.